بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. شبهای قدر رسید. لیلة القدر خیر من 1000 شهر، فراتر از 30,000 شب. 30,001 شب، 40,000 شب، نمیدانیم. چه برنامه ای برای لیالی قدر داری؟ قدر است مشخص کننده آینده تو در لیلة القدر سناریوی کل زندگیت را ترسیم میکنی، حداقل سناریوی سال آینده خودت را. پرونده اعمال تو در لیلة القدر به امضاء نازنین امام زمان میرسد. هم روایات هم آیات قرآن. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام. تمامی فرشتگان در لیلة القدر نازل می شوند بر وجود پرخیر و نور حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا. قرار است تمام پرونده های تو به دست نازنین امام زمان برسد و امضا شود. یکی از مهمترین برنامه هایی که در لیلة القدر به امضاء نازنین امام زمان میرسد این است که آیا من و تو می توانیم به عنوان یکی از یاران امام زمان قرار بگیریم؟ لیلة القدر شبهای یارگیری امام زمان است. نام خود را در زمره یاران امام زمان حک میکنی؟ مواظب باش در شب قدر کم نخواهی. شبی که فراتر از 30,000 شب هست. برای شب قدر خودت برنامه یک عمر را ترسیم کن. لطفاً در برنامه های لیلة القدر خودت تمام توجه را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا معطوف بدار و زوم در امام زمان باش. قدر لحظه های لیالی قدر را بدانیم. اللهم عجل ولیک الفرج.